خیلی خوبه هوا، خیلی خوبه هوا. میدونی شاعر چی میگه؟ شاعر میگه که به اصفهان رو کتاب انگری بهشت ثانی. سلامتی اوس محمد سفره‌دار. اینم آجر. سلام، حالت چطوره؟ روزت بخیر. دوباره یه روز دیگه یه اپیزود مشتی و تو بچهای اصفهان با هوای سرد اصفهان چه میکنید؟ امروز هم فکر کنم 26 آذره و از امشب اخطار کولاک دادن. هوا هم به شدت تو دوربین معلوم نیست، سرد، خوب، عالی، عشق میکنیم. اینا رو بذار کنار. امروز یه برنامه مشتی داریم، یه برنامه توپ، یه برنامه خوب. ببین یه چیزی میخوام بهت بگم از 0 تا 100 امروز. یه بخشی میگن مشنشونه خرواره، یه بخشی از یه پروسه خیلی بزرگتر. ایناهاش گلگیر جلو سمت راننده، گلگیر جلوی سمت راننده ای که مال خود همین ماشین بوده، فابریک رنگ شده بود، چند بار صافکاری روش انجام شده و توی ویدیوهای قبلی خیلی کوچولو کوتاه الان میذارم براتون، اونو ببینید. خیلی خوب، اینجوری بود رنگ این گلگیر رو اینجوری بردیم و تموم شد رفت. این صدا اگه میخوای بدونی چیه، مال این جیپ آهوه که بعد از یه مدت طولانی دوباره استارت زدن روشنش کردن. قبل این برنامه بذاریم جیپ آهو رو ببینیم. یعنی یه جوری این ماشین قررش داره. دیدی دیگه، امشب چون قرار بوده خیلی سرد بشه و کولاک هوا دیگه، همه ماشینای اینجایی که آب توی رادیاتورشون هست همه اومدن ضد یخ‌ها رو شارژ کردن و مطمئن شدن که ماشینشون ضد یخ داره. شما اگه ماشین ضد یخ نداره حتما تو این فصل خیلی حواست به ضد یخ و رادیاتور ماشینت باشه. این گلگیر که من یه توضیحات کوچیک بگم، چون مثلا جای اسنورکلی که در آوردم این اصلا نداشت. بعد ببین بیچاره شدم تا من گردبر سایز 65 یا 63 زدم واسه این. ما یه گردبر گرفتیم ماشاءالله از بس جنسای بازار خوبه، از خط انداخت، فقط رنگ و خط انداخت، خود گردبرم خراب شد. بعد دیگه اینو با مینی فرز ببین خیلی هم تمیز در اومده، هم از پشتش نگاه کن، هلو، هم از این طرفش میبینی؟ یه دونه مینی فرز 2 میل بردار، اینقدر ازش استفاده کن، یا مثلا یه جایی بذار که سایزش 1 متر حتما دستت باشه، سایزش دورور 63 65 میلیمتر اینا بشه که یه دریچه، یا اصلا نه شاید اسنورکلای جدید لوله‌هاشون بزرگتر باشه، سایز اسنورکلتو بگیر توی فکر کنم اینترنت ها بتونی یا با یه سرچ ساده میتونی پیداش بکنی و مینی فرز و اینا رو اونقدی دیگه برش بده و اسمعینه بذارم اینجا. با مشورتی که از دوستا کردم بهم گفت که چیز کن، یه پالیش ساده با این صف سنباده هستا بزن که این زنگ زدایی بشه و این لکه مکه ها و اینایی که از بتونهای قبلی روش مونده، اینها از بتونهای قبلی روش مونده اینا هم پاک بشه، زنگاش هم بره قشنگ. بعد که زنگاش رفت با سنباده زبر و آب اینو سنبادهش بکش تا زیرکارش آماده بشه واسه یه نقاشی، واسه یه بتونه کردن، بتونه اولیه. الان هم میخوایم بریم بعد سنباده اولیه‌شو بزنیم، بعدش بریم سنباده زبر رو دیگه. من چقدر دارم توضیح میدم، برو بریم با هم دیگه ببینیمش. خیلی خوب، برو بریم شروع کنیم. میگم یه چیزی حواست هست بک‌گراند همه ویدیو موتور رو داری میبینی آقا هوروسو، اگر ویدیوهاشو ندیدی برو اولین ویدیویی که گذاشتم توی کانال ببینش، بازسازی 0 تا 100 این موتوره، همش هم توی قسمت ها بیفور افتر با هم دیگه است.
سنباده اولیه گفتم به بچه‌ها میدونن همه. سنباده اولیه سنباده آهن با سنگ. این بدی دستکش همینه، اصلا نمیشه با گوشی کار کرد. بچه‌ها راستی حواستون از کیفیت صدا چقدر خوب شده؟ باید از یه نفر به صورت خیلی ویژه تشکر کنم. از همین دور دستتون میبوسم. عشق من. و یه هدیه است در واقع. خب همینجوری ادامه بدیم همشو. من فکر کنم بقیه‌شو دیگه فیل نگیرم دیگه، کاری نداره، یه سنباده زدنه. چیز میکنیم به خاطر اینکه طولانی هم نشه ویدیو، من دیگه اینو سنباده میزنم. شما میتونید بیفور افترش ببینید این چطوره بهتره ها. من نگران وقت تو هم، یا لایک نه که لایک میکنی خیلی، من مجبورم بیام دیگه چیز بکنم دیگه، مراقب وقتت هم باشم، تو وقتت صرفه جویی بشه. خیلی خوب، این تا اینجای کار. ببین بیفور افتر. آدم وقتی کار میکنه نه زمانو میفهمه چجوری داره میگذره، نه سرما رو. تو ابر بالا سر رو نگاه، تو آسمون چقدر قشنگه. گفتن امشب برف میاد، ما هم همه منتظریم که برفه بباره. تمام شده یه کار با سنباده آهن. چرا الان باید سنباده آهنشو بزنیم؟ سنباده آهن برای چربی زدایی، تو آهن خودش چربی داره. چربی سطحی دستم آخر چربه میمالیم روش. باید که چربیاش بره، کثافت ترس داره زیر اینا قشنگ سنباده بخوره، زنگ زدگی هم هیچی نداشته باشه، نه که سنگ کار نکرده نتونسته سنگ گیرهش. بله همیشه یه چیز باید بهت یاد بدم، حال میکنی خدا وکیلی منو فالو داری. دیدی دیگه اوستا الان ریکا از این مایه‌های ظرفشویی ریخت و برای همون چربی زدایی بیشتر. این دوتا درا یه بتونه خورده یا آستر خورده، مجدد یه بتونه دیگه خورده یا آستر خورده و این الان بتونه سومشه که خورده. این فقط یه دونه بتونه خورده یه دونه آستر. حالا من به خاطر اینکه بهتون گفتم مشت نشونه خرواره یه تیکه کارو فیلم برداری میکنی، این الان زیر کاره دیگه. ببینید اینجوری آهنو دوستا داره زحمت میکشه و صافش میکنه و یه جوری میشه که الان الان بلافاصله بتونه رو میزنی بهش. بله الان بلافاصله هم بتونه میخوره با این دقت ها. راستی هنوز ویدیوی موتور رو ندیدی نه؟ متاسفم قراره یه ویدیوی دیگه بذاریم. برق موتور کامل قطع شده. البته یه ویدیوی دیگه هر وقت بکنم باید یا بوبین برقشه یا شارژر، یه کدوم این دوتا باید بازش بکنم ببینم چیه. فعلا با هول میریم و میه. آقا اینم تو سرما چاره این که بتونیم کارو پیش ببریم با سشوار صنعتی. بچه‌ها راستی محض اطلاع، این گلگیر خیلی چیز بودا، خیلی اوضاعش بیریخ بود. 3 تا صافکار روی کلا این در و گلگیر رو اینا کار کردن تا یه ذره‌ای به یه جایی رسید که عثمان حسین تاییدیه‌ای رنگش رو داد. رفتیم سراغ مرحله جذاب بتونه اولیه. مجددا یه نیم سنباده واسه زیرکار که دیگه مطمئن بشیم هیچ زنگ زدگی یا آلودگی یا چیزی دیگه به این ورق نمونده.
چرا اینجوری بطنه کردی؟ سخت و ته نکشیدی؟ به خاطر اینکه اینجا گودیش بیشتر بود. خب ما مجبوریم گودیه که بزرگتر و بیشتره اول بطنه کنیم تقریبا بشه هم سطح و بعد دوباره یه بطن کامل بکشیم روش که بطنمون زیاد یه جاش کلوف نشه دیر خوش بشه. یا الان خشک شد دوباره همه را جایی که نیاز داشته باشه بطن سنگش میکنیم. استاد ببخشید یه سوال دیگه، این کی خشک میشه حالا حدوداً؟ سر 10 تا 15 دقیقه. خب آقا قسمت اول بتونه تموم شد الان و خوش شد البته و الان دوباره اوس محسن زحمت داره میکشه، بتونه بعدی داره میکشه که اینم بذاریم تا 10 دقیقه یه ربع طول بکشه و خشک بشه و فکر کنم فردا میشه اوسو برای آستر پاشی. بچه خسته که نشدین که؟ نشده دیگه، برای چه خسته بشی؟ بچه اینقدر سنباده میخوره، الان نبینید بتونه خیلی زیاده، اینقدر سنباده میخوره، این فقط برای زیرکاره، به خاطر اینکه باید زیرکار درست بشه. میدونید چرا؟ چون خشت اول را چون نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج و به یه شب شعر دیگه خوش اومدین. نه مرحله آخرم اینجوری میشه، این رنگی میشه اصلا همش، میبینی تمام موجا این شکلی گرفته میشه و دوباره آستر خشگیری. میگم یه پروسه فوق العاده، آدم عجول نمیطلبه کلا نقاشی، یه صبر و حوصله خوب باید داشته باشید. آقا یه کلاس آموزشی هم الان داریم، اوس محسن میخواد کلا بتونه کشیدن هم یادمون بده. اوس اول چجوری بگیریم اینا رو؟ دست چپی یا دست راست؟ دست راست. دست راست. اینو بده دست چپه، دست راست. الان کشیدن بشه باز انگشتا باز. بتونی کارت که در هر جوری که خواستی بالاتش بدی. آها با این دوتا انگشت هیچ شست هم وسنگاه اینجوری می‌بینی؟ حالا اینو بذار زیر اون کارت که بذارش رو زمین اینو. خب بتونه هر چقدر میخوای بذار حدوداً وزنش همین دستت باشه. خب همینقدر 10 گرمه 20 گرمه 100 گرمه هر 100 گرمه بتونه 10 گرم خوش کن. خب آها هر 100 گرم بتونه 10 گرم خوش کن، یعنی الان 100 گرم که فکر نکنین 100 گرم. هر 100 گرم بتونه 10 گرم خوش کن. با یه همچین ترکیبی ما برای اینقدر بتونه اینقدر خوش کن زدیم. حالا این یه سوری هم زدم همش بزن. ببخش تا کی باید هم بزنیم؟ هم بزن که همش مخلوط. اینقدر هم میزنیم بچه ها، اینقدر هم میزنیم که اون من نصفش هم ریختم. یه نباید قرمزی توش باشه. آره اینقدر هم میزنیم که اون قرمزیه کلا محو بشه. این هنوز تو دست من یه ذره غریبه، میدونی نمیدونم چیه. باشید بریم. من پیشت وای نمیستم تو مثل گواهی نامه میمونی که میری بگیری سرهنگه میشینه بغلت هول میشه. نه استاد اتفاقا وایسه من هول نمیشم. من بچه ها همه دارن نگاه، من این قرار بود هول بشم جلو همه بچه ها هول میشدم. نکردیم دیگه آقا نکردیم، حالا داریم یاد میگیریم، چه اشکالی داره؟ بسه؟ خب اینو زود باید بکشیم انشالله. زنده با بچه ها من وقتی زد نمیکشم با بس نسوخ اذیت هم نکنه باش رفیق میشه.
با همه چی باید رفیق شد تو بتونی کارت قشنگ انجام بدی. اسام میگه من با بتونه صحبت میکنم وقتی که دارم بتونه میکشم. واقعا هم تاثیر داره. من خیلی اعتقاد دارم حست که خوب باشه نسبت به یه چیزی کار خیلی قشنگتر پیش میره. و الان به مرحله اولش که اون بتونه خورد، مرحله دومش سنباده میخوره، مرحله سومش ایراده بتونه گرفته میشه، مرحله چهارمش مجدد سنباده میخوره و مرحله پنجم هم آستر میشه. این یه زیرکار اصولی و تر و تمیز و خوبیه که میتونی شما مطمئن بشید مراحل بعدی شما بدون ایراد و بدون اشکال به صورت خیلی عالی و به نحو احسن جلو میره. من میرم یه نهار میخورم، یه استراحت میکنم، عصری دوباره میبینمتون. فعلا. راستی این چیزی که من داشتم بهت میگفتم با مینی فرس سوراخشو بزنی و فلان کنی یا اینا، الان بهت نشونش میدم. ببین این سوراخیه که زدم، اصلا با فابریک هیچ فرقی نمیکنه، نه یه ذره براد آهن داره نه یه ذره پریسه داره، قشنگ تو موتور مشخصه. بعد سوراخ‌ها توی یه راستاست. بعد یه چیز دیگه بذار من بهت نشون بدم. میخوام اون دوبله رو بهت نشون بدم، اون سوراخی که توی شاسی ماشین زدم اون بهت نشون بدم. آخ کی میشه من فیلم موتور رو بگیرم براتون. میدونی یه بحثی هم داشتیم واسه این موتورا، یه بحثی هم برای موتور داشتیم، من فیلمش نگرفتم. من دیروز رفتم سراغ کارهای موتور، یه مقداری برنامه به تعویق افتاده و یه سری داستان داریم با این مکانیک. امیدوارم زودتر حل بشه و ما بتونیم یه ویدیوی جذاب از موتور بگیریم. حالا گلگیر رو بذارم. ببین این گلگیر جای تقریبیش مشخص پیدا شد. بعد تو ببین سوراخ اسنورکلو همش با هم توی راستاست، یعنی اگر که حتی فشار باد بزنی گلگیر تکون بخوره لرزش‌های جاده باشه، به هیچ عنوان لوله اسنورکلی که از داخل این رد میشه و به هواکش کاربراتور راه پیدا میکنه زخمی و خراب نمیشه. ببین مواد لازم: ابتدا گلگیر رو باز کرده، سپس یه تیکه کاغذ مقوا، کاغذ سفید ترجیحاً، از این داخل رد میکنی اینجوری. این الان پلومه ها، خب اینجا نگهش میداری. یه اسپری رنگ بردار از فاصله دور، یه اسپری بزن که این دایره حدش مشخص بشه. اینو قشنگ درش بیار، الگوش کن واسه یه دوبله این طرف و اون طرف. روی گلگیر رو هم همین کارو انجام بده. شروع کنیم؟ آره. سلام، عصر شد. حالا میخوایم ادامه اینا انجام بدیم، بریم ببینیم که یه ذره گرد و خاک کنیم و سر و صدا. به به. الان وقت دستکاری چیه؟ میشه کنارا میزنی با سنباده 80 یا 100. اوکی؟ و یه تخت آلومینیوم، تخت بزرگ با دست میزنیم روش که هرچی که از زیر دستمون در رفته را با اون تخت بگیریم.
دوستان ما بطنی کشیدیم کامل، همه جدی شاهد بودین که همش بطونه بود. الان من جوری سنباده زدم خب که تموم بلندیام زد بیرون. ببینی این بلندیه وسط کار، اینو بلندیه فقط توی گودالیا بتونه بود. آقا یه نکته من بگم، من الان داشتم با اوستا صحبت میکردم، میگفتم که بابا بخند، یعنی ما پشت صحنه همیشه میخندیم با هم دیگه، یعنی اینطوری نیست که چیز باشه همیشه اخم و فلان، ولی استاد اینقدر جدیه تو کارش که ببین صدای خنده رو. آره ما اینجوریه ولی اینقدر تو کار جدیه استاد که به خاطر همین تمرکز که میکنه اخماش میره تو هم دیگه. خوبه دیگه آدم همیشه بخنده، شما همیشه بخندید. یه ویدیوی متفاوت داریم میگیریم از یه محفل خیلی صمیمی و دوره همی از همه اساتیدا. یعنی اول که بذاریم نم اون بتونه به قول اوس محسن خوش بشه، یه استراحتی بکنیم. اینجا یه محفل همیشه پا بر جاه و سلامتی اوس محمد سفره‌دار خیرش به ما خیلی رسیده، از شیرینی و چایی و همیشه هوای ما رو هم داشتن. خدا برکت بده، انشالله همیشه خنده رو لبتون باشه. قندون کار خودتونه؟ یه لحظه تا قبل از اینکه دهنتون رو شیرین بکنید هنر رو باید نشون داد. حالا بعد ببین بعد با اجازه دیو کاظم MDF کو آقا سعید خدیف پور سفره‌دار، نمیدونم همه چی تموم MDF کو. آقا منم که آرسن میشناسید، منم محسن نقاش، اوس محسن نقاش، اوس محمد خرا منبت کار من میگم خرا اوس محسن. آقا بفرمایید چایی. رطوبت خوش شد و الان مرحله دومه، یعنی مرحله سوم میشه که این دوباره اون ایراداش گرفته بشه، ایراده یه بتونه گرفته بشه با یه بتونه کشید دیگه و بعد سنباده بکنه و بعد آستر. این الان پس شد مرحله سوم. هوا اینقدر سرد شده که بتونایی که یه رو 10 دقیقه طول میکشید که خشک بشه الان حدوداً فکر کنم 1 ساعت و ربع 1 ساعت و نیمه که ما منتظریم بتونه خشک بشه. نمیشه، پس تصمیم میگیریم که کارو متوقف بکنیم تا امشب و بذاریم بقیه‌اشو فردا بدیم. بهترین متریال توش استفاده میشه، بهترین بتونه خورده، بهترین رنگ رو الان داشتیم با اوستا صحبت میکردیم. رنگش که این رنگ فقط توی ماشینای ایرانی که نیست و توی ماشینای خارجی کلاسیک روی کاپریسای تخم مرغی نوک مدادی اجرا شده که هزینه رنگش گرون هست ولی خب میارزه. برای این ماشین من میزنم چون ماشین آقا کاوان برای من ارزشمنده که من دارم این کار رو میکنم. بریم فردا بیایم برای سنباده زدن، آستر کردن و تا بتونه خشک بشه دیگه. میگم تقریبا 1 ساعت و نیم 1 ساعت و ربع طول کشیده، هنوز بتونه خشک نشده، نمیشه به این بتونه کار کرد. پس تا فردا. صبح شد. صبح بخیر هموطن، صبح بارونی، صبح قشنگ. شهرهای شما چه خبره؟ اصفهان که بچه‌ها خوب داره میباره از دیشب. البته اول دیشب یه نیم ساعتی برف زد ولی بعدش دیگه بارون شده و برفا آب شدن، ولی اطراف اصفهان برف خبر دارم برف سنگین زده خدا رو شکر. خیلی خوبه هوا، خیلی خوبه هوا. میدونی شاعر چی میگه؟ شاعر میگه که به اصفهان را کتاب انگری بهشت ثانی به زنده رودک سلامی ز چشم ما رسانی
بنشین. بقیه‌شو دیگه خود استاد تاجم یه مقداری باید بهدونه و البته جسارت نباشه، ما خودمون اهل موسیقی سنتی هستیم. ولی خب دیگه بی مقدمه اومدیم سراغ این داستانا. یکی از خفن‌ترین و حساس‌ترین قسمت‌های سنباد زنی اول همین قسمت در آوردن این خطه. تا همین الان ببینید اون همه بتونه شده بود این خط، الان دیگه هیچ اثری از آثار اون همه بتونه نیست و مجدد شاید همون نیل بتونه نشسته روی ماشین. بس محسن بریم؟ بودو الان همه چی بابا باری کلا. وای به این بارون. مرحله آخری که قراره الان انجام بشه مرحله آسترپاشی. من اینقدر حالم خوبه زیر این بارون که امیدوارم شما توی ویدیو بتونید ببینید که چقدر بارون قشنگه. من شاید چند سال بود من همچین بارونی توی اصفهان ندیده بودم. امیدوارم که تا اینجای ویدیو خسته نشده باشید، لذت برده باشید و حداقل یه چیز کوچیکی تونسته باشم بهتون یاد بدم با ساختن این ویدیو. ادامه کار رو همراه من باشید، ببینیم چه شکلی قرار بشه این ماشین و این گلگیر در واقع. تو الانش هم بذارید بهت نشون بدم چه شکلی شده. ببین بذار من تو رو درستت کنم. چطور بود کلیپ؟ خوشتون اومد؟ دوست داشتین؟ برای مرحله بعدی دوست دارین از چه قسمتی از ماشین من شروع بکنم به فیلم برداری؟ خیلی کار هست. ببینید مکانیکیش هست، داشبورد، تودوزی داشبورد هست که الان داره انجام میشه. قسمت بعدی نقاشی ما میتونیم آماده بکنیم. دوست دارم شما این بار توی کامنت ها به من ایده هاتون و نظراتتون رو بدین. من تمام کامنت ها رو میخونم، نظراتتون رو میبینم، جواب میدم و امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. این همه زحمت، این همه تلاش، این همه کار در عرض 2 دقیقه، 1 دقیقه و 30 ثانیه حتی رنگ شد و انجام شد. من گفتم یه تیکه از کار رو بهتون نشون میدم و دیگه اونجوری وقتمون رو نمیذاریم برای اینی که تک تک مراحل این ماشین رو با هم دیگه ببینید، به خاطر اینکه خیلی تعداد ویدیوهای این چنینی زیاد میشه. توی کامنت ها به هم بگید که قسمت بعدی از تودوزی باشه، از مکانیکی باشه، از کار زیاد داریم، برقکاری این ماشین باشه. شما به هم ایده رو توی کامنت ها بدین. اگر برای بار اول دارید این ویدیو رو نگاه میکنی، باعث افتخار منه که شما تماشاچی من شدی و من با کمال میل
در خدمت شما هستم که ویدیوهای بعدی رو با کیفیت بیشتر و جزئیات قوی تر و دقیق تر به اشتراک بذارم با شما دوستای عزیزم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. سابسکرایب یادت نره، لایک هم بکن و توی کامنت ها به هم بگو ویدیوی بعدی در مورد چی باشه. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من اومدی. خدا یار نگهدارت باشه. خداحافظ.